سلام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه. با یک آموزش دیگه از چنل آکادمی علی گیماتیک در خدمتتون هستیم. این بار همونجوری که قولش رو بهتون داده بودم، آموزش پلاگین ماسک پروموتر در نرم افزار افتر افکت که دفعه قبل آموزش نصبش رو بهتون داده بودم و این دفعه نحوه کار با این پلاگین و نرم افزار قوی قدرتمند که جایگزین و رقیب خیلی جدی برای نرم افزار ریموو گرین اسکرین، قابلیت روتو براش در خود افتر افکت هست که واقعا این پلاگین بهترین پلاگین 2023 شناخته شده، خیلی قوی. حالا من پلاگین رو خریداری کردم براتون و آموزش این ویدیو رو به صورت رایگان براتون قرار میدم و شما میخوایم که شما همچنان چنل من رو حمایت کنین، لایک، سابسکرایب، تا ما بتونیم آموزش خیلی بیشتری رو براتون تولید کنیم با حمایت شما، با نظر و لطف شما. خب خیلی سریع میریم سراغ آموزش. حالا بچه‌ها، من حالا میخوام نحوه کار پلاگین جدید ماسک پروموتر رو خیلی کلی و کامل به شما توضیح بدم. با این پلاگین هوش مصنوعی شما میتونید خیلی سریع آبجکتی رو از بک‌گراند خودش جدا کنین، یا میتونید براش یه ماسک درست کنیم، یا میتونید کلا اون رو جدا کنین و این قابلیت بسیار عالیه. خب پلاگین رو از سایت‌های مختلف میتونید خریداری کنین که من این پلاگین رو از سایت کوپایلت خریدم و براتون مثل رایگان قرار دادم. نکات بسیار مهمی رو داره. این پلاگین 2 تا نسخه داره. یه نسخه با کارت گرافیکسته که خیلی سریعه و یک نسخه هم با سی پی یو که خیلی کنده، ولی خب دقیق این کار انجام میده با قابلیت سی پی یو. حالا باید کارت گرافیک شما خیلی خوب باشه و به این نکته خیلی مهمی هم باید شما توجه کنید. من خودم چند روز روی این قضیه فوکس کردم تا به این نکته برسم. ببینید، شما اگه بخواین از این پلاگین استفاده کنید، باید به افتر افکت بگین که ماکسیمم نهایت استفاده رم سیستم شما رو اختصاص بده به این پلاگین. مثلا میرین وارد قسمت پریفرنسز میشین و قسمت مموری وارد مموری میشیم و اینجا در تنظیمات مموری وارد قسمت مموری پریفرنسز یه قسمتی داره که به شما نشون میده مثلا رم شما 16 گیگه. حالا میخوایم برای نرم افزار ادوبی چند گیگابایت براش اختصاص بدیم، برای نرم افزار دیگه ادوبی شما باید حداقل میزان رم رو براش بذارین تا ماکسیمم رمتون برای نرم افزار افتر افکت استفاده بشه. ببینید، شما باید یه چیزی رو برای نرم افزار دیگه در نظر بگیرید حداقل. یعنی خود نرم افزار دستور نمیده که ما میزان 0 گیگابایت برای اپ‌های دیگه استفاده کنیم، ولی خب من یه مشکلی قبلا داشتم این بود که خود افتر افکت به صورت پیش‌فرض میومد نصف این مقدار در نظر میگیره، مثلا 8 گیگ برای مثلا اپلیکیشن‌های دیگه مثل پریمیر و فتوشاپ و 8 گیگ هم برای افتر افکت. ولی خب ما یه کاری کنیم که ماکسیمم مقدار مصرف رمتون رو مختص به افتر افکت برای این پلاگین باشه که مشکلاتی براتون پیش نیاد. خب اگه مثلا نرم افزار مثلا برای نرم افزار دیگه 8 بود، این مشکل برای ما پیش میاد که مثلا نگاه کنید تو به این شکلی که صبر کنید که وقتی مثلا ما جابجا میشیم، ماسک رو جابجا میکنیم، حالا ماسک رو انتخاب میکنیم، وقتی که مقدار ماسک رو جابجا میکنیم مشکلات خیلی عدیده و عمده‌ای به وجود میومد. فیلمو کات میکرد، یه صفحه سبزی میومد، یه افکت سبزی وارد صفحه میشد که خیلی ناجور بود که نکنید ببینید فیلم دچار اخلال میشد، فیلم ما خراب میشد و دچار برش میشد، مثلا یا لایه‌های سبزی وجود میاد. این به خاطر همون مسئله رمی که بهتون گفتم که باید ماکسیمم میزان رم رو در تنظیم پرفرنسز و قسمت مموری فعلا شما ماکسیمم رم رو برای افتر افکت برای این پلاگین در نظر بگیرین که مشکلی براتون پیش نیاد در ادامه کار. خب الان دیگه این مشکل دیگه پیش نمیاد دیگه، مگر اینکه شما عملیات ساخت ماسک رو به خوبی انجام نداده باشین. خب خیلی خوب، حالا میریم سراغ آموزش. از فوتیج مورد نظرمون یه دونه کامپوزیشن میسازیم. خب این پلاگین به 3 روش عملیات ماسک کردن انجام میده. یکی با کمک پوینت، یکی با کمک باکس و یکی هم با حالت نگاتیو پوینت که قابلیت سلکت اینورس انتخاب شما رو برعکس میکنه. یعنی یه جوری میشه گفت که انتخاب شما رو دیسلکت میکنه. وقتی پوینت رو انتخاب میکنیم ما 5 تا گزینه داریم، یعنی 5 حالت اکتیو داریم که همزمان میتونیم با هم دیگه
نقاط رو انتخاب کنیم. یا اینکه به عنوان مثال ما یک کاراکتری داریم که این قسمتش مثلا یه رنگه، این قسمتش یه رنگ دیگه، میتونیم حالا 5 تا پوینت درست کنیم و هر قسمت رو برای یک رنگ اختصاص بدیم. ولی چون اونجا که کاراکتر من یک دسته رنگ یک نواختی داره، تقریبا به قهوه‌ای تیره میزنه، فکر کنم انتخاب ما رو انتخاب یک دستی بکنیم. یا کنیم پوینت رو انتخاب میکنیم، میایم روی بدن کاراکتر وقتی میزنیم، آها ببینید کل بدن کاراکتر رو انتخاب کرد. چون کاراکتر ما یک دست بود، کل اریا رو یک دست انتخاب کرد. اگه مثلا قسمت دیگه سبز بود، صورتی بود، میگفتش که ما فعلا صورتی رو انتخاب کردیم، ولی شما اگه مثلا رنگ لباسش مثلا صورتی بود، باید یه پوینت دیگه هم اضافه میکردیم. خب پس ما به عنوان مثال میتونیم حالا پوینت های دیگه انتخاب کنیم برای جای دیگه و بقیه جا رو ماسک کنیم. میتونیم حالا بگیم که آسمون هم اضافه کن به این ماسک ما، یا مثلا این چراغ رو اضافه کن، یا مثلا این دیوار رو اضافه کن. دیگه بستگی به تعداد نقاطی که داره که شما بخواید ماسک کنید و داخل ماسکتون انجام بدین و از بک‌گراند جدا کنید. خب حالا نگاه کنید که خیلی عالی و تمیز این کار انجام میشه. خب اینجا به شما نشون میده که میزان انتخابتون چه مقدار اینتنسیتی شدتش چقدر باشه، که هر چقدر بیشتر باشه نای انتخابی خیلی تیزتر و خیلی پررنگتر انتخاب میکنه. ولی خب این قسمت برای میزان نمایش ماسکتون که چه مقدار سوژه بک‌گراند جدا میشه. حالا پس ما به صورت پوینت میتونیم نقطه رو انتخاب کنیم، یا اینکه بیایم برای اون نقطه یا اون جسم یه ماسک درست کنیم و بعد اینجا از ماسک اینجا پس رو ماسک بذاریم و ماسک رو انتخاب کنیم. حالا میایم داخل تنظیمات کی فریم ماسک پس یک کی فریم میزنیم و شروع میکنیم به ترک کردن سوژه، که بعد حالا این ماسک رو جابجا میکنیم که همزمان با سوژه که حرکت میکنه باید داخل این باکس باشه. این پلاگین سنگینه، پس فعلا پلاگین رو آف میکنم. از طریق ماسک لوکیشن مختلف رو انتخاب میکنم، همینجوری میرم جلو، سوژه رو داخل ماسک قرار میدم، از طریق پوینت جابجا دوبار کلیک میکنم رو لبا که حالت آل سلکشن بشه، جابجا میکنم ماسک رو، تنظیمات رو انجام میدم. 12 فریم یا 15 فریم جلو میریم و ماسک رو روی سوژه قرار میدیم که سوژه داخلش باشه. حواستون باشه که سوژه نباید چسبید به لبا باشه، باید دقیقاً داخل باکس باشه که ما ماسک خوبی تجربه کنیم. همینجوری میریم جلو و خوش به صورت پیش‌فرض جای مورد نظر رو برام در نظر میگیرم. این ماسک میشه گفت خیلی قابلیت بهتری نسبت به پوینت، چون یه مقدار فضای کلی رو میگیره و فشار کمتری به سی پی میده. دقیقاً به هوش مصنوعی شما میفهمونید آقا من دقیقاً داخل این باکس رو میخوام، دیگه این نمای کلیت داخل کل کامپوزیشن نداره و خیلی سریعتر و محکمتر انتخاب میکنم. این افکت های لایت هم خیلی جالبی که پشت سر سوژه که من در آموزش‌های بعدی آموزش خیلی حرفه‌ای در زمینه بحث لایتینگ 3D براتون قرار میدم. من کاملا این قسمت رو ترک میکنم و برمیگردم دوباره خدمتتون قرار میگیرم. خب ببینید کاراکتر خیلی حرکت میکنه و ما ماسکمون هم خیلی خوب و خیلی حرفه‌ای انتخاب کردیم. باید کاملا سوژه‌مون تو صحنه باشه که ما از طریق ماسک بتونیم سوژه رو بک‌گراند جدا کنیم و این ماسک خیلی خوبی اینجا باش تجربه کنیم. مثلا باید حواسمون باشه که اج لبای ماسک یه مقدار نزدیک به لبه بدن باشه. باید فریم به فریم چک کنیم که کل قاب از بدن سوژه آبجکت جدا باشه. خب ماسکمون خیلی ماسک خوبیه، ولی خب پوینت هم که میسازیم همین شکلیه. باید به این جزئیات دقت کنیم که باش کی فریم درست کنیم که دقیق روی آبجکت باشه. باید فریم به فریم باش کی فریم درست کنیم. حالا این قسمت آوتپوت حالت ماسک میذاریم که حالت آلفا چنل بهمون میده که قشنگ اینجا مشخص میکنه که سوژه بک‌گراند جدا شده. اگه مشکل داشته باشه اینجا نشون میده که اگه چیز اضافه کم و کاستی تو انتخاب شما باشه به صورت کلی به شما نشون میده. بعد این قسمت آن ترانسپرنس هم که قسمت فایناله که سوژه شما رو به طور کامل از بک‌گراند جدا میکنه. خب الان به نظرم خیلی عالی شده و سوژه بک‌گراند کامل جدا شده. حالا فریم اینجوری خیلی عالی شده بدون کوچیک نقص مشکل. اینجا قابلیتی داریم که به صورت اتومات گوشوار لبا رو اجرای سوژه رو شناسایی می‌کنه، اونها رو حذف می‌کنه و محو‌تر می‌کنه. ولی خب چون این تصویر ما یه مقدار محو جزئیات خیلی مشخص نیست، خیلی شاید خوب در نمیاد، ولی خب برای آبجکتایی که جزئیات و دیتیلی در اطراف خودشون دارن میتونه خیلی قابلیت جالبی باشه و همیشه شما یه رو حالت اسمال در ابتدا قرار بدین، تست کنین، بعدن رو حالت های بذارین. این حالت حساسیتی که اسمال حساسیتش رو انتخاب لبا خیلی کمه، مدیوم معمولی و هایی که خیلی بالاست، یعنی حساسیت تو انتخاب جزئیات لبا خیلی بالا میره. خب به این شکل حالا سوژه بک‌گراند جدا شون ما اینجا میتونیم که از طریق نگاتیو پوینت دیسلکت کنیم. مثلا بگیم آقا
روی بدن میزنی آن، اینجا ببینید اینجا بدن چون رنگ بدن و دست و صورت مثل همه از آبجکت جدا میکنه. مثلا اگه رو پیرن بزنید، پیرن رو نسبت به صورت و دست جدا میکنه. این حالت دیسلکت دیگه به شما میگه آقا شما کدوم نوایی رو نمیخواین انتخاب کنین. 5 تا پوینت داره، شما میتونین پوینت‌ها رو به ترتیب اضافه کنین. ولی یه چیز دیگه نره اینجا حالا میتونید مشخص کنین که از سخت افزار هارد اکسلریشن استفاده کنه یا از یوز لور پریسیژن. این دو تا تیکو بردارین همون قابلیت سی پی یو میشه که خیلی کنده ولی دقیق تره. ولی همیشه حواستون باشه که روی حالت کار گرافیک بزنین که خیلی سریعتر انتخاب کنید و سوژه‌تون خیلی سریع جدا بشه. پس ما این عملیات رو اینجا انجام دادیم. حالا به عنوان مثال ما میایم که از این لایه داپلیکیت میگیریم و در بک سوژه قرار میدیم. برای پایینی پلاگین رو حذف میکنیم. همینطور ماسکش هم ور میداریم که ماسک دیگه انتخاب نکنیم. خب حالا ما دو لایه داریم، یه لایه سوژه که با ماسک و بک‌گراند جدا شده و یه لایه هم بک‌گراند. حالا میایم یه تکست، خب حالا میگم یه تکست هم براش مینویسیم. بچه‌ها توجه کنید که این قابلیت حالتایی که شما تکست رو پشت سوژه آبجکت میذارید داخل ویدیو خیلی ویدیوتون رو جذاب و چشم‌نواز و خیلی حرفه‌ای میکنه. شما میتونید قابلیت برای ساخت کلیپ‌ها، موزیک ویدیوتون، کلیپ‌های اینستاگرامتون استفاده کنید. ولی خب سخت این دوره نیاز به آموزش داره و تجربه‌تون تو این زمینه خیلی بالا بره. حالا اگه سوالی، نظر، چیزی داشتین تو بخش دیسکریپشن کامیونیتی ازم بپرسین. خب حالا ما اینجا براش پوزیشن درست میکنیم، برای تکستمون رو پلی میکنیم. حالا پوزیشن، دو تا پوزیشن کی فریم براش میزنیم تا درست شه. کلا پلاگین و نرم افزار هوش مصنوعی فعلا سرعتشون خیلی کمه، ولی خب رفته به مرور زمان در آینده هی آپدیت میشن و تقویت میشن و قابلیت‌های خیلی خوبی رو بهمون ارائه میده که باعث میشه بچه‌ها خیلی مهم سرعت کارتون با استفاده پلاگین ای آی تو کار خیلی بالاتر میره و در نتیجه شما میتونید پروژه‌تون خیلی سریعتر تحویل کارفرما بدین. خب شما این تا من اینجا الان می‌خواستم مورد بهتون توضیح بدم. تو این قسمت احتمالاً اینی که الان ماسکتون درست نباشه شما میگین خوب شد که ایراد به وجود اومد که ما تونستیم این حالت رو ببینیم که چجوری میتونیم این چالش رو حل کنیم. شما باید بیاین یه مقدار ماسکتون جابجا کنین که سریع این مشکل ثبت شدن صفحه یا خط شدن صفحه‌تون از بین میره. فقط مقداری باید ماسکتون جابجا کنین. ببینید شما در تنظیمات مموری، در تنظیمات پریفرنسز میتونید سرعت کارتون رو بهتر کنید، ولی خب احتمال اینکه سیستمتون سنگین شه زیاده. همیشه حواستون باشه وقتی کارتون تموم شد دوباره همه چیو به حالت عادی برگردونید و دوباره میزان رم استفاده شده برای نرم افزار دیگه و افتر افکت رو با هم تنظیم کنید. خب خیلی ممنون دوستان عزیزم. امیدوارم که از این آموزش فوق العاده تخصصی و حرفه‌ای و ناب و تک خوشتون اومده باشه. تنها راهکار، تنها حمایت شما از ما لایک، سابسکرایب، کامنت و چنل ما رو به دوستاتون معرفی کنید. به زودی آموزش‌های جدیدی از این دسته پلاگین ها براتون میذارم. بچه‌ها لینک دانلود پلاگین هم داخل دیسکریپشن داخل چنل تلگرام قرار میدم. هر سوالی نظری داشتین اونجا به من بدین. من این بعد کلا تمامی فایل ها و پلاگین ها و اسکریپت ها رو همه داخل چنل تلگرام قرار میدم. میتونید اونجا دانلود کنین. هر سوالی نظری داشتین در خدمتتون هستم. چنل ما رو سابسکرایب کنید، حمایت کنید. به امید دیدار شما در آموزش‌های بعدی چنل آکادمی علی گیم آن تک. تا درود دیگر، بدرود، خدا نگهدار.